سلام دوستان، روزتون بخیر. تارا هستم. بازم به کانال من خوش اومدید. دوستان امروز در خصوص مسابقه کاری همونطور که بهتون قول داده بودم مطالب رو برای شما آماده کرده بودم. میریم مستقیما سر وقت مسابقه کاری یا جاب اینترویو در آلمان. دوستان من لیست آیتمایی که باید رعایت کنید توی مسابقه کاری موفق تا بتونید به اون کاری که دوست دارید دست پیدا کنید رو آماده کردم. خب دوستان برای مسابقه کاری همونطور که میدونید حالا یا به شما ایمیل زده میشه یا به شما تلفن زده میشه که برای یک روز 1 ساعتی توی ترمین باشین. قبل از اینکه من این آیتمای خود مسابقه رو شروع کنم پیشنهادم به شما اینه که حداقل 1 یا 2 روز قبل از مصاحبه‌تون آدرستون رو چک کنید. به موقع اونجا باشید در محل مصاحبه و راه‌های دسترسی به مصاحبه رو چک کنید. حتما زودتر از مصاحبه اونجا باشید و ریسک این رو به جون نخرید که بذارید همه کارها رو آخرین لحظه، چرا که پونکتلیش بودن یا آن تایم بودن شما برای آلمانی‌ها خیلی مهمه، به خصوص برای مسابقه کاریتون. و اگر شما دیر برسید ممکنه که 1 پوینت منفی براتون محسوب بشه، البته بسته به کارفرماتون داره. خب دوستان من شروع میکنم. نکاتی که به طور کلی برای تمام رشته‌ها لازم بود بر اساس تجربه خودم من براتون دسته‌بندی کردم. برای مسابقه کاری حضوری اولین نکته‌ای که مهمه نحوه پوشش شما هست. خب این نحوه پوشش بچه‌ها از نظر من بر اساس تجربیاتی که دارم پوششتون چه خانم چه آقا باید نیمه رسمی از نیمه رسمی میتونه باشه تا رسمی. خب من پیشنهاد نمی‌کنم که چه خانم چه آقا باشید فرقی نداره مثلا از لباس‌هایی استفاده کنید که حالت اسپورت دارن. خب حالا مثلا تیشرت باشه یا مثلا شلوار جین بگی باشه یا همچین چیزهایی رو اصلا نپوشید، چون که مسابقه کاری یه ترمین‌هایی هستن یا یه قرارهایی هستن که رسمی هستن و معمولا هم از طرف شرکت اونها هم یا رسمی کت شلوار کامل میپوشن یا نیمه رسمی، مثلا اگه آقا هستن پیرهن شلوار میپوشن معمولا از طرف کارفرما و مسئول HR یا مشابه این لباس ها نیمه رسمی. به خاطر همین پیشنهادم این هست اصلا از لباس‌های اسپورت برای مصاحبه‌تون استفاده نکنید و همینطور کلاه کپ و این موارد رو هم در نظر داشته باشید که اصلا استفاده نکنید سر مسابقه کاری. از لحظه ورودی که وارد میشید شما همه چیزهای این آیتمایی که میگم رو کارفرما در نظر میگیره. اولیش خب قطعا نحوه پوششه که شما چجوری ظاهر میشین در اولین نگاه به چشم کارفرما. خب نحوه معرفی خود بچه‌ها آیتم دومی هست که توی مسابقه کاری مهمه. خب بچه‌ها شما وقتی که وارد میشید میرید سر جلسه مصاحبه، حالا یه تعداد کارکنان کارفرماها هستن یا خود رئیس اون شرکت هست و معمولا مسئول HR یا مسئول پرسنل هم هستش. خب ازتون اولین چیزی که میخوان یعنی اینه که خودتون رو معرفی کنید و این نحوه معرفی خودتون خیلی مهمه بچه‌ها. این که اگر به زبان تسلط ندارید به زبان آلمانی حتما این قسمت رو از قبل برای خودتون بنویسید، تهیه کنید که من چجوری خودم رو به آلمانی معرفی کنم و سعی کنید از بهترین جملات آلمانی که بلد هستید استفاده کنید. اگر بلد نیستید از گوگل ترنسلیت یا چت GPT استفاده کنید
و این جملات رو از بهترین جملات بیاین استفاده کنین، نه از ساده ترین جملات. مثلا اگر که مثلا من بخوام خودم معرفی کنم، من نمیگم ایش بین تارا، این ساده ترین جمله از پیش پا افتاده ترینه و شما اگر میخواین خودتون رو متخصص نشون بدید یک مقدار باید روی زبانتون کار کنید، از جملات قشنگتری استفاده کنید و بچه جملات قشنگتر قطعا جملاتی نیستن که یک گرامر عجیب غریبی داشته باشه یا مثلا یک جمله میخواین از خودتون بگید برید یک گرامری از نمیدونم کتاب سئنس یا سسوای در بیارید. این نیست. مهم اون کلمات و جملات و قشنگ به کار بردنشون هست. پس این معرفی خودتون خیلی مهمه بچه‌ها. بعد هم میرسیم به اینکه تسلط به رزومه و تخصص خودتون داشته باشید. حالا یک کوتاه که خودتون رو معرفی میکنید، اونها سریعا رجوع میکنن به تخصصتون و شما باید از قبل این تسلط رو به رزومه خودتون داشته باشید. یعنی کاملا یادتون باشه چه چیزایی رو توی رزومه لیست کردید برای کارفرما و دقیقا روی همونا مانور بدید. و اگر اومدید و اطلاعاتی رو دادید که متفاوت بود با اون رزومه‌ای که برای کارفرما فرستادید، خب این میتونه پوینت منفی برای شما باشه، چون به هر حال کارفرما میبینه که توی حرف شما با رزومه شما تناقض وجود داره. پس خیلی مهمه که از قبل روی رزومتون هم کار کرده باشید. بعد از اینکه خودتون معرفی کردید تمام جملاتش رو حفظ باشید، تمام aufgaben‌هایی که انجام دادید رو در نظر داشته باشید. آیتم بعدی دوستان اعتماد به نفسه. دوستان از لحظه‌ای که وارد میشید نحوه حرف زدنتون، نوع سلام کردنتون، جوری که دست میدید هنگام سلام کردن و جوری که توی محیط وارد میشید، نوع نگاهتون، اینها همه مهمه. باید با اعتماد به نفس باشه و حتی لبخندهایی که میزنید و سعی کنید که خیلی اکت زیادی نداشته باشید و شرایط احساس کنید که توی یک شرایط نرمال هستید. اصلا استرس نداشته باشید چون استرس مصاحبه‌تون رو خراب میکنه. سعی کنید که آرامش داشته باشید و فرض کنید که اون شخصی که جلوی شما نشسته بهترین کارفرما هست برای شما. خب قطعا شما با بهترین کارفرما هیچ وقت استرس نمیگیرید. و نکته بعدی هم اینه که خب رسا صحبت کنید. رسا صحبت کردن هم اعتماد به نفس رو نشون میده. و اینکه سرعت صحبت کردنتون هم جوری نباشه که خیلی تند باشه که متوجه شما نشن و هی بخوان شما رو اینتراپت کنن و وسطش بپرسن که چی گفتی یا ما نفهمیدیم، یا اینکه خیلی دیگه آروم و شمرده هم نباشه که بخواد حوصله‌شون سر بره. پس اینا خیلی مهمن و نشونه اعتماد به نفسن. دوستان موضوع بعدی که میخواستم بهش اشاره کنم تسلط به روال مصاحبه است. بچه‌ها خیلی مهمه که توی مصاحبه وقتی که دیگه آخر کار نوبت به شما میرسه و از شما میپرسن که خب آیا شما سوالی دارید، حتما تمام سوالاتتون رو بپرسید و تسلطتون رو به روال مصاحبه نشون بدید. یعنی مصاحبه این نیست که فقط کارفرما از شما بپرسد و تمام. شما هم میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. این که حالا چه سوالاتی مطرح بشه اون دیگه بستگی به خودتون داره، بستگی داره که ببینید چقدر جو مصاحبه خوب پیش میره. بعضی مصاحبه ها انقدر خوب پیش میره که شما حتی میتونید در خصوص حقوقتون هم باشون صحبت کنید، ولی بعضی مصاحبه ها بسته به جو و آدمایی که توی مصاحبه هستن شما میتونید از سوالای دیگه استفاده کنید. اینکه حالا مثلا قوانین شرکتتون چیه، یا اینکه چه پروژه‌ای در آینده دارید، یا اینکه مثلا تعداد روزهای مرخصی که شما اجازه دارید بگیرید چند روزه، یا اینکه آیا مثلا امکانات خاصی شرکت برای کارمندهاش قائل میشه، چون بعضی شرکت ها هستن
جاب تیکت دارن بچه‌ها یا جاب قاد رو دارن، یعنی دوچرخه دارن میذارن واسه یه کارمنداشون و میتونید از این قبیل سوال‌ها رو بپرسید که به هر حال هم برای خودتون سوال نباشه، هم اینکه یک مقدار بالانس مصاحبه رعایت بشه و شما هم سوالات خودتون رو مطرح کنید از کارفرما. دوستان آخرین گزینه نحوه پاسخ به سوالات HR. دوستان وسط مصاحبه یا آخرای مصاحبه معمولاً هست که مسئول HR یا پرسنل از شما سوالات خیلی کلی و عمومی رو میپرسه در خصوص اینکه خب حالا چطور با شرکت ما آشنا شدید، یا از چه چیز شرکت ما خوشتون اومده، یا اینکه شما چه نقاط مثبتی دارین یا شما چه نقاط منفی در موقع کار دارید، یا اگر مثلا سر کار دعواتون بشه ریاکشن یا حالا رفتار متقابل شما چی هست. اینا تمام سوالاتی است که اکثر HR ها میپرسن و برای تمام این سوالها از قبل توی ذهنتون جواب داشته باشید، روی جواباتون تمرین کنید حتما و سعی کنید از جواب‌های استفاده کنید که تماما توش کلمات مثبت باشه. این که اگر بگین نه من توی شرایط دعوا نمیتونم کار کنم یا چیزهای مشابه این، خب اینا همه قطعاً پوینت های منفی داره، ولی به جاش میتونید جوابای مثبتی بدید به این که خب مثلا من سعی میکنم که آرامش خودم رو حفظ کنم یا تمرکز کنم به کار خودم، یا اینکه مثلا محیط رو یک مدت کوتاهی ترک کنم، حالا اون فضای اتاق کار خودتون رو اگر که بحث بشه. میتونید از جملات خیلی مثبت استفاده کنید برای تمام سوال‌ها، حتی وقتی که نقاط منفیتون رو میپرسه مسئول HR. میتونید مثلا به این اشاره کنید که خب مثلا من نقطه ضعیفم این هست که مثلا نمیتونم در عدم پیشرفت کار هیچ وقت سهیم باشم. این مثلا یک پوینت مثبت میتونه باشه، مثلا اینکه شما یه جوری برسونید که خب من برام پیشرفت کار مهمه و سعی میکنم که همیشه پیشرفت کنم، یا اینکه مثلا نمیتونید تصور کنید که کار استاپ بخوره. اگه مثلا همچین چیزی رو بگید خب یک پوینت مثبت هم حتی تلقی میشه که منفی هم تلقی نمیشه. پس خیلی مهمه که مثلا بشینید فکر کنید ببینید که با توجه به رشته‌تون و حالا کارفرمایی که دارید بهترین جواب‌ها چی میتونه باشه دوستان. و آخرین نکته‌ای که خواستم بگم، اگر که از شما پرسیدند که خب چرا این شرکت رو انتخاب کردین، که معمولا سوال کلیشه‌ای هست و همه کارفرما میپرسن، معمولا میتونید یک نقطه مثبت از کارفرما پیدا کنید و اون رو بگید. یک جمله کلیشه‌ای که خب من به طور کلی از شرکت شما خوشم اومده کافی نیست. برید توی وبسایت شرکت، یه چیزی که از وبسایت شرکت خوشتون میاد رو انتخاب کنید و اون رو بذارید دلیل و ملاکتون که اگر پرسیدن یک جواب خوبی رو براشون داشته باشید. ولی حالا احتمال خیلی کمی هم وجود داره که اصلاً وارد این سوالات کلی نشن و نپرسن. ولی این جمله خیلی کلیشه، من از دوستانم خیلی شنیدم، خودم هم زیاد شنیدم توی مصاحبه های خودم. در هر صورت اینها بود تمام نکاتی که من برای امروز آماده کرده بودم واسه شما. دوستان ممنون که به اشتراک میگذارید، لایک میکنید، لطفا زنگوله رو بزنید و ما رو حمایت کنید دیگه با لایکاتون، سابسکرایبتون و برای دوستانتون هم حتما بفرستید. خیلی خوشحال شدم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.